فکر میکنی اینجا خارج از کشوره؟ نه خوشگل، اینجا ایران خودمونه. اینجا یکی از خفن‌ترین شهرک‌های مازندران و کل ایرانه، شهرک امیردشت. این کاخو مشاهده بفرمایید. شهرک امیردشت توی کلارآباد مازندران قرار داره. هر کسی اجازه ورود به این شهرک رو نداره و فقط کسایی که اینجا ویلا دارن میتونن وارد بشن یا مهمون یکی از همین ویلاها باشن. اکثر صاحبین این ویلاها اصلا ایران نیستن، با این حال که اصلا ایران نیستن ولی یه BMW توی پارکینگشون پارکه. قیمت زمین تو این شهرک از 200 میلیون تومان شروع میشه و قیمت ویلاهاش هم از 75 میلیارد تومان شروع میشه. عاشق این سبکونه برام، من عشق این سبکونه تنگی چوبی هم دوست دارم. اینو نگاه، اینو نگاه، قشنگ، چقدر قشنگ. اینو نگاه